پدرم قبل از اینکه بمیره این بازی رو بهم یاد داد. اون بهم گفت هر وقت دلت برام تنگ شد با این کار میتونی منو ببینی. برای شروع بازی باید مراحل رو با دقت جلو بری و اگه اشتباه کنی عواقب بدی برات داره. نیمه شب یک شمع، مقداری نمک و 3 تا از وسایل کسی که میخوای ببینیش رو بردار. یه لباس، یه نامه و یه عکس. وارد یکی از اتاقهای خونه شو که یک پنجره و یک آینه داشته باشه. اتاق رو تاریک نگه دار و پنجره رو باز بذار. حالا رو به روی آینه دایره‌ای از نمک درست کن و داخلش بشین و شمع رو روشن کن. مواظب باش تا زمانی که بازی تموم نشده ازش خارج نشو. حالا باید به آینه نگاه کنی و 3 بار اسمش رو صدا کنی. اگر صدای شخص رو از بیرون اتاق شنیدی از جات تکون نخور، چون کسای دیگه هم اونجا حضور دارن. اگه توی هر مرحله شمع خاموش شه ارتباط قطع میشه و با کسایی که وارد خونه شدن تا ابد گیر میافتی. اگه سایه هایی تو اتاق دیدی که دارن حرکت میکنن، خونسردیت رو حفظ کن و چشم از آینه برندار. حالا کم کم تصویر کسی رو که میخواستی ببینی داخل آینه ظاهر میشه. اول از همه ازش سوالی بپرس که جوابش رو فقط خودتون میدونستی تا مطمئن شی اون خودشه. بعد از ملاقات اول آینه رو بپوشون و بعد شمع رو خاموش کن. حالا از اتاق خارج شو و مستقیم به رخت خوابت برو. اگه قبل خواب صدای اون شخص رو شنیدی که ازت میخواد دوباره بازی کنی، خودت رو به خواب بزن، چون اون خود واقعیش نیست.